مرکز مطبوعات کمیته اتوی فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 15 مای سال 2024 تقریبا ساعت 17:00 دقیقه یک نفرس 13 ساله ساکن ایسور در آب دریای خونقا غرق شد. در نتیجه راه‌اندازی کارهای جستجویی و نجات از جانب کارمندان شعبه حالتهای فوق‌العاده شهر ایسور همراه با ساکنان محلی، جسد این نفرس ساعت 6 صبح روز 16 مای سال 2024 یک کیلومتر پایین‌تر از جای حادثه پیدا گردیده و به مقامات دخل‌دار سپرده شد. تفصیلات دیگر حادثه آورده نشده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده با اظهار اندوه و تسلیت به خانواده این نفرس ففتیده بار دیگر به پدران و مادران مراجعت کرده است که کودکان و نورسان را تنها به ساحل‌های آب روانه کنند و آنها را به نظارت نگذارند. بنا به آمار کمیته حالتهای فوق‌العاده طی سال 2020 در آب‌های تاجیکستان 181 نفر از جمله 75 کودک و نورس تا سن 16 و 36 زن و دختر غرق شدند. سال 2022 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودک و نورسان تا سن 16 غرق شده بودند.